سلام و درود و 200 درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با شما هستیم با آخرین قسمت دوره مقدماتی. توی این دوره ما نرم افزار رو به صورت کامل یاد گرفتیم، محیطش رو، طراحی کاراکتر رو یاد گرفتیم، ری کردن کاراکتر رو به صورت مبتدی یاد گرفتیم و الان می‌خوایم بریم یه انیمیت ساده و مبتدی رو یاد بگیریم. دقت کنید دارم میگم مبتدی، پیشرفته نیست. خب مثلا ما می‌خوایم حرکت راه رفتن رو مثلا چه بسازیم، توی حالت پیشرفته، توی حالت حرفه‌ای باید واک سایکل داشته باشیم و طبق اون واک سایکل پیش بریم. ولی خب الان ما فقط می‌خوایم شما یاد بگیرید چطوری حرکت می‌کنه کاراکتر به هر شکلی، حالا می‌خواد دست باشه، چشم باشه، گردن باشه، هر چی. خب چطوری حرکت می‌کنه و این حرکت کردن رو چطوری خروجی بگیریم و یه انیمیشن داشته باشیم به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بیایم بریم با هم دیگه یاد بگیریم اینو. فقط قبلش بدونید بعد از اینکه این قسمت به پایان برسه دوره مقدماتی تموم میشه و وارد دوره پیشرفته میشیم. اگر دوره مقدماتی رو خوب یاد نگرفتید یه بار دیگه برگردید از اول نگاه کنید. دوستان وقتی دوره مقدماتی رو خوب بلد نباشید نمیتونید وارد دوره پیشرفته بشید. توی دوره پیشرفته ما میایم انیمیت کردن رو به صورت حرفه‌ای یاد میدیم. بجز انیمیت کردن، ریگ کردن رو به صورت حرفه‌ای یاد میدیم. بجز اینا میایم یه تکنیک بهتون یاد میدیم که مثلا شما بتونید یه کارایی رو انجام بدید که مثلا توی خود نرم افزار صرفا همینجوری با دکمه‌های عادی تعریف نشده. شما باید یه سری ترفند بزنید توی نرم افزار که این کارا انجام بشه. اینا که گذشت، بعدش همزمان با این مسائل میریم نرم افزار پریمیر هم یاد میگیریم. نرم افزار پریمیر برای تدوین ویدیوه و ما انیمیشنی که میسازیم توی پریمیر تدوین میکنیم. بهتر اینه که توی افتر افکت این کارو انجام بدیم، ولی خب از اونجایی که افتر افکت سخت افزار بسیار قدرتمندی میخواد و اکثر عزیزان شاید دسترسی به این سخت افزار نداشته باشن و خب سخت افزار عادی یا ضعیف اذیتشون کنه و باعث بشه نرم افزار زیاد گیر کنه، ما اول پریمیر رو آموزش میدیم که شما کارتون راه بیفته. بعد از اینی که پریمیر رو آموزش دادیم بعدش میریم سراغ افتر افکت. افتر افکت انقدر قدرتمنده که خودش قابلیت انیمیشن سازی داره و اصلا نیازی به مهو نیست. ولی خب بهتره بدونید که برای انیمیشن دو بعدی مهو خب خیلی کارتون رو راحت‌تر میکنه، ولی خب نرم افزار افتر افکت بسیار پیشرفته تره. خب پس در نظرتون باشه که بعد از اینی که این قسمت تموم شد شما یه انیمیت ساده و یه خروجی گرفتن، رندر گرفتن رو یاد گرفتید و بعد از اون ما قراره بریم سراغ نرم افزار پریمیر و اون رو با هم یاد بگیریم و همزمان همین نرم افزار مهر رو به صورت پیشرفته. حتما اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و حتما اگر اون زنگوله رو روشن نکردید روشنش کنید که نوتیفیکیشن حتما براتون بیاد. نکنه که نوتیفیکیشن براتون نیاد و خیلی از قسمت‌ها رو از دست بدید. بریم برای آموزش و این نکات رو بهتون بگیم و بعدش این قسمت مقدماتی به پایان برسه. اگر قسمتی هم نیاز باشه لابلای اینا اضافه کنیم، بعداً اضافه می‌کنیم به عنوان قسمت‌هایی که به عنوان یک قسمت اضافی و نیاز دارین شما اینو بدونید توی مقدماتی. خب بریم برای شروع کردنش. ما توی این قسمت میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم نگاه کنید مثلا این پای کاراکتر رو تکون میدم. خب یه دفعه تکون میدم این تایملاینم و یه دفعه اینو همه چی صفر شد. پس یادتون باشه برای انیمیت کردن حتما باید روی فریم 1 باشید، ولی توی فریم 0 میتونید با استفاده از ترانسفورم لیر کاراکترتون رو کلا جاشو عوض کنید و هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ فریمی هم ثبت نمیشه. ولی هر کار دیگه ای کنید تا تایملاینتون رو جابجا کنید همه چی برمیگرده به حالت اول. ولی الان چون ترانسفورم لیر رو داریم استفاده میکنیم بر نمیگرده به حالت اول. نکته بعدی، بهتر ست اوریجین رو توی مرکز کاراکترتون یا قسمت پاها قرار بدید. بستگی به خودتون داره که چجوری میخواید انیمیت کنید. حالا ما الان صرفا گذاشتیم توی مرکز کاراکترمون. خب میخوایم انیمیت رو شروع کنیم، میریم توی فریم 1 و توی فریم 1 خب پاهای کاراکترمون رو از هم جدا میکنیم. این پا میذاریم جلو، این پا رو میذاریم عقب. دقت کنید بازم میگم کار حرفه‌ای نمیخوایم انجام بدیم. ما یه کار آماتور که فقط یک انیمیتی داشته باشیم که شما بدونید انیمیت کردن به چه صورت توی دوره پیشرفته فوق العاده بهتون آموزش میدیم، اینو تضمین میکنیم. بعد میایم روی فریم 3. روی فریم 3 ببینید از کجا فهمیدیم روی فریم 3 اینجا نوشته دیگه، ما نوشته از 240 فریمی که مجاز دونستین خودتون الان روی فریم 3. خب من روی فریم 3 میام و این پا رو میبرم جلو، این پا رو میارم عقب. خب به همین سادگی. خب بعدش برای اینکه این کار تکرار بشه میام و اینو کپی میکنم میام روی فریم 6 و اینو پیست میکنم. حالا این دوتا رو با هم میگیرم میام جلو روی فریم چند باید بیام 9. بله چون سه تا دارم میرم جلو. بعدش میرم رو فریم 15. بعدش میام رو فریم 21. بعدش میام رو فریم 27. بعدش میام رو فریم، همینجوری ادامه میدم تا آخر. ما الان نمیخوایم سایکل بسازیم، ما الان فقط صرفا میخوایم یه انیمیت ساده انجام بدیم دوستان. پس زیاد سخت نگیرید به خودتون.
ما الان کلا همینجوری ساختیم و رفتیم جلو. امکان داره بعضیش هم اینجا اشتباه گذاشته باشم که به احتمال زیاد هم همینطور شده. عرض به حضورتون کنم که بیایم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید سرعت خیلی بالا رفت. خب پس میایم چیکار کنیم؟ به جای هر 3 فریم خب بیایم مثلا بگیم هر 6 فریم این اتفاق بیفته. پس حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ میریم توی 12 و اینجا میزنیمش. خب حالا اگر بیام بر روی 18 یا کنین سر هر علامتی که خودش داره این اتفاق میفته، 42 54 66 78 90. خب الان باید این راه رفتن خیلی آروم تر بشه. میبینید چقدر بهتر شد. خب حالا شما توی قسمت پیشرفته این زانو رو خم میکنید، میارید بالا، طبق واک سایکل دستا همزمان باش حرکت میکنه. حالا ما میایم دستا رو هم یه تکون جزئی باش میدیم. خب مثلا معمولا در پای اونور، خب پای عقب که میاد جلو، دست جلو میره عقب. توی راه رفتن خودتون هم اینه. خب و همچنین برعکس. خب ببینید این پا با این دست مخالف و اینم دوباره میره عقب. میبینید به همین سادگی، ببخشید من رو اون فریم نیستم، همزمان دیگه ببینید همینجوری میریم جلو تا خلاف هم دیگه بشن. ببینید الان خلاف هم دیگه، این باید بیاد جلو، این باید بره عقب‌تر. خب همینطوری ادامه میدیم. الان این باید بره عقب چون اون پا اومد جلو، ببخشید این باید بیاد جلو، این بره عقب. مثلا همینجوری میسازیم. آقا ما یک انیمیت ساختیم برای مثال. خب حالا من دستا رو نمیخوام تکون بدم چون الان باید بشینیم کلی وقت بذاریم برای آموزشش. خب نکنید، بذارید من عیبی نداره، بذارید آموزشش بدیم. حالا من میگم که زیاد وقت ویدیو گرفته نشه، ولی خب آموزشش هم خالی از لطف نیست. درسته؟ خب الان این پا میخوام ببینم اون پای پشت یا پای جلوه، چون الان هم رنگن یکم تشخیصشون سخته برای این. خب بریم و ببینیم پا، این پاست. درسته؟ ببین ببخشید. خب این میشه پای عقب. پس اون پایی که الان اینجاست پای عقبه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم روی این قسمت. خب وقتی پای عقب نگاه کنید، وقتی پای عقب خب رفت عقب، دست جلو میاد جلو، خلاف هم دیگه است. خب وقت به همزمان دستی هم که بذارید دست و پای مخالف با هم حرکت میکنه. من چون واک سایکلش جلوم نیست، خب دست و پای مخالف. الان پای عقبه، پس باید دست این ورم عقب باشه. ببخشید دست این ورم باید عقب باشه و دست مخالفش باید بیاد جلو الان. خب حالا دقیقاً اینجا خب اون دستی که جلو بوده حالا باید بره عقب. میبینید دیگه دقیقاً الان همه چی عوض میشه. خب حالا دستی که جلو بوده دوباره باید بیاد عقب و دستی که عقب بوده بره جلو. الان دست پشت باید بره عقب دوباره. خب و دست جلو باید دست بیاد جلوتر. به همین ترتیب ببینید اینجا دست جلو بوده، حالا دست جلو باید بره عقب و دست عقب بیاد جلو. یه مقدار باید دقت کنید دیگه، بعضی موقع قاطی میکنه آدم. ببینید الان دست عقب جلو، دست عقب الان باید بره عقب. میبینید دست جلو هم باید بیاد جلو. خب اولین حرکت رو که بسازید خب خودتون دستتون میاد. نگاه کن دست جلو باید بیاد عقب دیگه. میبینید دست عقب هم باید بیاد جلو. الان دست عقب باید بره عقب، دست جلو بیاد جلوتر. زیادم چیز نه، یکم خمش کنیم کفایت میکنه. الان نگاه کنید دست جلو باید بیاد عقب، دست عقب هم بره جلو. خب دست عقب الان باید دوباره بیاد، بذارید همش قاطی میکنم اینجا رو. دست عقب باید بیاد عقب، درسته؟ دست جلو هم باید بیاد جلو. خب دوباره از اول دست جلو باید بره عقب. الان دست جلو میره عقب، دست عقب هم میاد جلو. دست عقب باید بره عقب. الان دست جلو بیاد سعی میکنم جلو. خب دست جلو الان باید بیاد عقب و دست عقب بیاد جلو. خب تا همینجا کافیه، من نمیخوام دیگه زیاد روی کنم، زیاد واقعا وقت ویدیو رو داریم میگیریم.
الان اگر اینجا بذارم دست و پاها دارن خلاف هم دیگه حرکت میکنن. انیمیت اصلا حرفه‌ای نیست، اینو من بهتون تضمین میدم، ولی خب دیگه ما میخوایم فقط انیمیت کردن رو حدودی یاد بگیریم تا بریم توی دوره پیشرفته و کار حرفه‌ای و درجه 1 رو یاد بگیریم. خب الان که این کار رو انجام دادیم، خب و کاراکتر ما داره راه میره، عملاً یک راه رفتن خیلی ساده و آماتور. خب بیام روی فریم 78 متوقفش کنیم. 78 ببینیم چطور میشه. دقیقاً داره تکرار میشه حرکت دیگه، همینجور بزنیم تا صبح برای خودش حرکت میکنه. خب حالا این کاری که انجام دادیم، میایم این بار چون توی فریم یکیم و ترانسفورم لایر انتخاب کنیم، یک کلیک کنیم این پایین یه دونه کی فریم برامون ایجاد شد. خب حالا میایم توی فریم 78 و میام جلو یه مقداری تا اینجا. خب حالا میبینید الان موقع اینی که کاراکترمون داره راه میره به مقصد هم میرسه. حرکتش الان ایزه. خب حرکت راه رفتن یه جورایی لاینر باشه بهتره. خب یعنی از یه جای شروع بشه، خب و به یه جایی برسه دیگه تموم بشه. میبینید به همین سادگی. اینم تا اینجای کار. ما الان یک حرکت راه رفتن رو انیمیت کردیم برای خودمون. میایم یک در میون لابلای اینا سر کاراکترمون هم تکون میدیم آقا. خب مثلا اینجا کاراکتر سرش اینجاست، 2 تا فریم جلوتر میاد اینجا، 2 تا فریم جلوتر میره جلو، دوباره 2 بار دیگه 2 تا فریم که چه عرض کنم، شاید بگم میشه نزدیک 12 فریم. من چون 2 تا رد کردم. خب حالا میره جلو دوباره، حالا میاد عقب دوباره، اینم میره جلو دوباره. خب حالا ببینیم چی شد. الان حرکت خیلی بهتر شد، کاراکترمون یکم شبیه راه رفتن شد. میگم این اصلا واک سایکل خیلی باید از این قشنگتر باشه و اونجا بتون آموزش بدیم. حالا ما یک انیمیت رو انجام دادیم در حد 78 فریم. خب این 78 فریم رو که انیمیت کردیم میخوایم حالا خروجی بگیریم آقا. خب میام چیکار میکنیم؟ میایم اینجا، میایم توی قسمت اکسپورت. خب و میتونیم از اینجا اکسپورت انیمیشن رو بزنیم. خب اکسپورت انیمیشن رو که زدیم میایم و تنظیمات مد نظرمون رو اعمال میکنیم. فرمتش چی باشه؟ میخواید انیمیتد گیف باشه، میخواید SVG باشه، من که ویدیو رو انتخاب میکنم. عملات عادی یک سری تنظیمات اینجا داره، میگه با مثلا نصف کیفیت یا هر چیزی که میخواید. ببین الان ما کیفیت از کجا بدونیم چقدره؟ ما داخل پراجکت ستینگمون، خب اگه خاطرتون باشه پرفرنسز رو که بزنیم، ببخشید قسمت پراجکت ستینگ، خب اینجا از قبل تعیین کردیم که با 1280 در 720 یعنی یک فرمت، یک کیفیت HD های دفینیشن خروجی بگیره برای ما. اگر اینو بزنیم 1920 در 1080 میشه کیفیت فول HD، نگاه کن یعنی خوش نشه HDV. خب اگه بزنیم میشه فول HD 1080 و اگر بخوایم 4K این چیزا هم داشته باشیم همش رو داره. خب پس ما میایم همون اکسپورت رو انیمیشن رو میزنیم و تنظیمات پیش‌فرضش رو الان میذاریم روی همین حالت. فعلا نیاز به تنظیمات عجیب غریبی نداریم. میگه از فریم چند تا فریم چند، میگم آقا از فریم 1 تا آخرین فریم که الان 78. خب من خودم تنظیم کردم رو 78 آخرین فریم باشه. برای من خروجی بگیر. اگر این 78 نباشه 240 باشه. خب ببینید مثلا دوستان 240 الان اونجا خودش میاد به صورت پیش‌فرض میگه تا 240 برات خروجی بگیرم. میگم نه آقا مثلا یه جایی هست مثلا خیلی طولانی‌تره، میگم آقا تا 78 برای من خروجی بگیر. الان میذارم تا 78 برای من بگیره. میگه کجا برات خروجی بگیرم؟ میگه سیم فولدر، یعنی همون جایی که هست. میگم خب آره دیگه دسکتاپ پروژکت من سیوش کردم. میگم آره همون جایی که هست. بخواید هم میتونید با زدن چوز فولدر جاشو عوض کنید. من میگم آقا همون جایی که هست. اوکی رو که بزنم میره برای رندر گرفتن. خب کاراکتر من شروع میشه رندر گرفتنش. خب بعد از اینی که رندرشو بگیره من الان میتونم انیمیشنم رو ببینم. اینو خودش درجا نشونش میده. به همین سادگی الان شما یک انیمیشن حرفه‌ای دارید. فقط الان ما توی قسمت مقدماتی اونجوری که باید انیمیت نکردیم. اینم انیمیشن شما. به همین سادگی ما یه خروجی گرفتیم. پس قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. این قسمت الان مقدماتی تمام شد. ما یه انیمیشن رو عملاً درست کردیم. بعد چند انیمیشن مقدماتی توی پیشرفته میریم نمونه انیمیشن میاریم، یه چیزایی بهتون یاد میدیم که باورتون هم نمیشه که شمایید که دارید اینا رو میسازید. این انیمیشن هایی که خودتون نمونه هاشو توی تلویزیون میبینید و توی رسانه های مختلف میبینید و باورتون نمیشه یه روزی شما بتونید همچین انیمیشنی بسازید، چه به صورت 2 بعدی چه به صورت 3 بعدی که در آینده قراره با هم دیگه کار کنیم توی نرم افزارهای مختلفی مثل بلندر. خب چیز دیگه نمیمونه، لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا درودی دیگه، بدرود دوستان جان.